امروز 22 ایون قربی اسعار خارجی نسبت به سومونی از جانب بانک ملی تاجیکستان چنین مقرر شده است. $1 ایالات متحده آمریکا برابر 10 سومونی و 30 دیرم، 1 یورو معادل 11 سومونی و 57 دیرم، 100 روبل روسی مساوی با 14 سومونی و 78 دیرم است. گفتنی است در پیشگویی اقتصاددانها ارزش روبل و دلار در بازار اسعار برای چند ماه آینده ناامید کننده است. طبق پیشبینی‌ها در 2 ماه دیگری تابستان ایول و آگوست قرب روبل روسی میتواند به طور نظررس پایین رود. میخائیل کوگان مدیر شعبه تحلیل‌های مکتب عالی منیجمنت مالیوی در مصاحبه با روسیسکایا گازета میگوید چنین حالت میتواند بنابر به آخر رسیدن مهلت‌های شرطنامه در بازار حاصله‌های ایالات متحده آمریکا که 19 ایون رخ داد به عمل آید. با گفته کارشناس دوامی 3 ماه آینده اشتراکداران بازار میتوانند به بازی دیگر پردازند. با جای اعلام‌ها درباره برقرارسازی فوری اقتصادیات در سرلوحه خبرها بیشتر بهادی‌های احتیاطکارانه جای خواهند گرفت و جنبستن آنقدر خوبی 3 ماهه دوم در حسابات شرکت‌ها بر این دلالت می‌کند. میخائیل کوگان میگوید این حالت دورنمای روبل هم در آخر ماه ایون و هم ماه‌های باقی مانده تابستان ما را میتواند سخت ضیق کند. این کارشناس تخمین میزند که امکان بالوروی قربی روبل حداقل میانه‌های ماه مارت آیند شاید امکان پذیر خواهد بود. طبق پیشبینی کوگان در ماه‌های آینده دلار باز به 8280 روبل برابر $100 و 100 یورو تا به 8950 روبل بالا خواهد رفت. طبق پیشگویی مرکز تحلیل ماکرواقتصادی و دورنمای کوتاه مدتی روسیه در صورتی که موج دوم کرونا ویروس در جهان آغاز شود و کشورها دوباره محدودیت‌ها جاری کنند، ارزش $100 میتواند تا به 9000 و حتی 10000 روبل برسد. طبق گزارش کاهش نظررس روبل در نیمه دوم سال 2020 زیر تأثیر کاهش نرخ نفت و افزایش موسمی طلبات داخلی و اسعار خارجی در نظر است. کارشناسان تخمین میزنند که در 3 ماه چهارم سال روان $100 میتواند برابر به 8500 روبل هم فراتر رود و در بدترین وضع $100 10000 روبل خواهد شد. تاجیکستان از نگاه خرید گندم قزاقستان در رده سوم قرار گرفته مشتری مهمی برای قزاقستان به حساب می آید. در حال حاضر تاجیکستان 19% از حجم کل گندم صادراتی قزاقستان را خریداری می کند و پس از ازبکستان و چین در مقام سوم قرار گرفته است. میزان مصرف سالانه گندم در تاجیکستان بیش از 2 میلیون تن می باشد و 50% از قزاقستان وارد می شود. نرخ گندم وارداتی تاجیکستان در سال 2019 برای هر تن $194 بود. امسال باشد یک تن گندم $213 نرخ دارد و آن هم باشد نامعتدل بوده روز به روز نرخ گندم در افزایش است. یک خلط آرد 50 کیلوگرمی که در بازارهای تاجیکستان آخر سال گذشته 170 سومونی بود در بهار امسال به 230 سومونی رسید. وارد کنندگان دلیل گران شدن آرد در تاجیکستان را محدودیت‌های صادراتی اجرایی شده از سوی قزاقستان و روسیه بر صادرات آرد و گندم، بسته شدن راه‌ها در پی گسترش ویروس کرونا و نارسایی زمین کارم برای گندم عنوان می‌کنند. در تاجیکستان به طور قابل ملاحظه بالاروی نرخ‌ها به قید گرفته شده است. بر اساس گزارش اگنتی امور تاجیکستان قیمت لیمون و سیرپیاز 3 برابر، کارتوشکا 2 برابر، لوبیا 52%، آرد گندم 23% و مکرون 20% افزایش یافته است. اگنتی امور تاجیکستان همچنین اعلام کرد قیمت برخی مواد غذایی مانند بادرنگ 68%، پیاز 31% و پمیدار 1% کاهش یافته است. مقامات ولایت سوخت از نرسیدن پزشکان و همشیره شفقت در مرکزهای درمانی شمالی تاجیکستان خبر دادند. با اطلاع سامانه تاجویک زینور عظیمی معاون رئیس ولایت سوخت در نشست شورای نمایندگان این منطقه در شهر خوجند گفته است که در شرایط گسترش ویروس کرونا در مرکزهای درمانی ولایت سوخت به 800 پزشک و 150 همشیره شفقت نیاز دارند. زینور عظیمی تاکید کرده است که کمبود پزشکان متخصص در مرکزهای درمانی ناحیه‌های باباجان غفوروف، مسجح، سپیتامن و کوهستانی مسجح نگران کننده است
و باید برای تأمین کادری درمانی در این منطقه ها برنامه‌ریزی کرد. هرچند در سالهای اخیر 800 پزشک و 5200 همشیره شفقتی نو برای فعالیت در مرکزهای درمانی ولایت سوخت جلب شدند، هنوز هم کمبودی کادری درمانی از مشکلات این بخش بوده است. با اعتراضگران ناحیه روشن برای پایان دادن به تظاهرات‌ها، حکومت ولایت مختار کوهستانی بدخشان به توافق رسیدند. طور سامانه توپ تیجی با تکیه به منابع نزدیک به ریاست ولایت بدخشان خبر می‌دهد واسطه‌گری یادگار فیضف رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان برای حل اختلاف ساکنان ناحیه روشن با کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان به نتیجه رسیده افرادی را که مقامات امنیتی قصدی بازداشتشان را داشت تنها محکوم به پرداخت جریمه مالی شدند. قبلا مقامات امنیتی منطقه اصرار داشتند چند ساکن ناحیه روشن که هنگام بازداشت تعدادی از اعضای گروه‌های مخالف سابق حکومت گویا مانع تراشی کرده رئیس اداره امنیت ملی این منطقه را زخمی کردند باید خود را تسلیم کنند. اما ساکنان ناحیه روشن تاکید می‌کردند که یادگار غلام حیدرов و تعدادی از اعضای گروه‌های مخالف سابق حکومت هیچ گناهی ندارند که بازداشت شوند. اکنون با توافق جانب‌ها اشخاص گمانبر در مانع تراشی هنگام عملیات کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان هر یک به پرداخت 190 سومانی جریمه مالی محکوم شدند. با این حال برخی از کارشناسان فرو آمدن مقامات امنیتی را به اتفاق بودن مردم این منطقه ربط می‌دهند. ولایت بدخشان با اینکه 1/3 از مساحت تاجیکستان را تشکیل می‌کند 250,000 نفر جمعیت دارد. ساکنان بدخشان اساساً در روسیه کار و زندگی می‌کنند و میزان فقر در این منطقه 40% میباشد. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net